چطوری؟ چطوری حسین جون؟ خوبی داداش؟ آقا یه چیز مهم می‌خواستم. یه وقت داری حسین؟ نه در مغازه یه چیز مهمه، برو یه دقیقه دم درت بگم. حسین خب بگو. من تو دیگه نمیتونیم تو رابطه باشیم باش، خیلی برام سخت بود بگم. یعنی چی چی میگی؟ یعنی اسم میگم رابطمون دیگه اصلا عادی شده، حال نمیده. کات کنیم بهتره داداش. کات کنیم؟ داری تموم کنی رفاقتمون رو دیگه. الان که سری دیگه دوراتو زدی کات کنی؟ باشه تو منو بیشرف کردی، کاتو چی کنی؟ من به تو باور چی میخوای بذاری؟ یه دقیقه جدی باش حسین. نه جدی دارم میگم. مثل آدمای مدرن تو رو نشون ننم دادم، گفتم خوبه همین بیا خواستگاری چی کنی بری؟ این آخرین مکالمه‌مونم هست دیگه، چیز نکنم. شوارت میکنم زدی الان که دورات زدی میگم بذاری بری. نه آخه دیگه حال نمیده حسین. روز اول تو گفتم من لذت دارم، چی من حرمت دارم کجا میخوای بری؟ من دیگه حال نمیکنم، من لذت نمیبرم از این رابطه. بذار یه حرف آخر رو بهت بزنم. من ازت حاملم. دهنه تو از کجا در میاری دهن سر؟ باش کجای شب بیا ببین. شب بیا خداحافظ.